سلام، امیدوارم که روز خیلی خوبی رو شروع کرده باشین. به اولین قسمت از ویدیوهای آموزش ریاضی با من خیلی خوش اومدید. توی این قسمت یک سری نمونه سوالای نهایی استاندارد رو براتون در نظر گرفتم. بریم که با هم حلشون رو ببینیم. سوال اول رو با هم دیگه ببینیم. توی سوال گفته درستی یا نادرستی عبارت‌های نوشته شده رو مشخص کن. قسمت الف گفته دهانه نمودار سهمی y مساوی x به توان 2 به اضافه 6x به اضافه 9 به سمت پایین باز می شود. این عبارت درسته یا نادرسته؟ ببینید زمانی که شما یه سهمی داشته باشین میدونیم که معادله سهمی در حالت کلی به شکل y برابر است با ax به توان 2 به اضافه bx به eضافه c هستش. حالا زمانی که ما میخوایم مشخص کنیم که دهانه سهمی ما رو به بالاست یا رو به پایینه، یعنی یا سهمی شما به این شکله یا سهمی شما به این صورته. از کجا من تشخیص میدم؟ از ضریب x به توان 2 یعنی a. اگر آ من یه مقدار مثبت باشه دهانه سهمی رو به بالاست و اگر آ من یه مقدار منفی باشه دهانه سهمی من رو به پایینه. حالا توی صورت سوال دقت کنید، اینجا ضریب x به توان 2 من یعنی آ من چنده؟ 1، یعنی آ برابر با 1. خب یه مقدار مثبته، پس دهانه این سهمی که صورت سوال به من داده رو به بالا باز میشه، در صورتی که توی سوال گفته رو به پایین باز میشه. پس این یه عبارت نادرسته. خب قسمت ب. توی این قسمت گفته رأس سهمی y مساوی است با x منهای 3 به توان 2 به اضافه 5 نقطه 3 و 5 رأسش. این عبارت درسته یا نادرسته؟ ببینید زمانی که شما معادله سهمیتون رو به این صورت دارین، بهترین و ساده ترین روش اینه که بیاین از انتقال نمودارها استفاده کنید. یعنی میایم چیکار میکنیم؟ شما معادله سهمیتون رو ابتدایی ترین شکلش رو در نظر میگیرید که میگه معادله y مساوی x به توان 2. نمودار این به چه صورته؟ یه سهمیه که رأس اون نقطه 0 و 0. حالا من با استفاده از این میام انتقال هام رو انجام میدم. اول از همه میخوام چی رو بسازم؟ میخوام x منهای 3 به توان 2 رو بسازم. این به من چی میگه؟ این به من میگه که این نموداری که اینجا داریم رو به اندازه 3 واحد روی محور x ها ببر به سمت مثبت ها. چرا به سمت مثبت؟ چون اینجا منهاست. اگه اینجا به اضافه بود ما باید 3 واحد میبردیم به سمت منفی ها. خب این کار انجام بدیم، روی محور x ها 3 واحد میریم جلو، میشه اینجا. سهمیه من از اینجا اومد انتقال پیدا کرد اینجا. این همون سهمیه ها همینه، ولی اومد اینجا الان قرار گرفت. حالا توی مرحله بعد من میخوام x منهای 3 به توان 2 به اضافه 5 رو بسازم. این به اضافه 5 به من چی میگه؟ میگه که نمودار سهمی جدیدتون رو که این بود، این آبیه، به اندازه 5 واحد ببر به سمت بالا موازی با محور وای ها. چرا به سمت بالا میبرم؟ چون اینجا به اضافه 5 دارم. اگر منهای 5 بود 5 تا میومدم پایین. خب من میام یه خط موازی با محور وای ها رسم میکنم، 5 واحد میرم بالا، 1 2 3 4 5 اینجا. سهمی جدید من میاد اینجا قرار میگیره، اینجا انتقال پیدا میکنه. خب رأس اون چنده؟ x شو من دارم 3، y شو من دارم 5، پس نقطه 3 و 5 رأس این سهمی من هستش که توی صورت سوالم همین رو مشخص کرده. پس این یه عبارت درسته. ببینید بچه‌ها، شما اومدین این مسئله رو خیلی راحت با استفاده از انتقال نمودارها حلش کردید بدون استفاده از هیچ فرمولی. حالا بعضی‌ها هستن خیلی علاقه به فرمول دارن، هیچ اشکالی نداره شما از فرمول‌ها استفاده کنید، اما بعضی وقتا اون نگاه هندسی به درک مفاهیم خیلی راحت‌تر میتونه شما رو به جواب مسئله برسونه. بریم با هم مسئله بعد رو حل کنیم. خب سوال دوم رو با هم ببینیم. این سوال رو من از قسمت آمار احتمال براتون انتخاب کردم. سوال گفته با فرض اینکه یو مجموعه مرجع باشد و تعداد اعضای مجموعه مرجع برابر 100 باشد، آ و بی هم دو تا مجموعه جدید تعریف کرده داخل مجموعه یو
رو داده، تعداد اعضای اشتراک هم به ما داده. سوال گفته که تعداد عناصر این دو تا مجموعه رو به دست بیاره. ببینید من برای اینکه این ترسیم کلی از مجموعه ها داشته باشیم میام نمودار ون این رو برای شما رسم میکنم. خب اگر که این مجموعه یو شما باشه، آ رو داریم این مجموعه، اینم مجموعه بی. این قسمت هم که میدونید میشه اشتراک این دوتا. آ اشتراکش با بی. خب قسمت الف از من خواسته که تعداد اعضای آ اجتماعش با بی رو به دست بیارم. اینو میدونیم که براش یه فرمول ساده دارم. فرمول رو مینویسم n آ اجتماعش با بی برابر میشه با n آ به اضافه n بی منهای n آ اشتراکش با بی. فقط کافیه که جایگذاری کنم. تعداد اعضا رو دارم، میام داخل فرمول جایگذاریشون میکنم. برابر میشه با 60 به اضافه n بی هم دارم 40 منهای اشتراکشون هم دارم 20 میشه 100 منهای 20 برابر با 80. این میشه تعداد اعضای آ اجتماعش با بی. خب قسمت ب. توی این قسمت از ما خواسته که تعداد عناصر آ پریم اشتراکش با ب پریم رو به دست بیاریم. ببینید اگر این مجموعه آ شما باشه، آ پریم شما میشه کدوم قسمت؟ میشه همه جا به جز آ، یعنی اینجا. اگر که این مجموعه بی شما باشه، ب پریم شما میشه کدوم قسمت؟ همه جا به جز بی، یعنی این قسمت. حالا من میخوام آ پریم اشتراکش با ب پریم رو به دست بیارم. من چیکار میکنم؟ یه رابطه رو من برای شما مینویسم. شما من بگید ببینم میتونم از این رابطه استفاده کنم یا نه. من میتونم بنویسم آ پریم اشتراکش با ب پریم برابر با آ اجتماعش با بی پریم. میتونم اینو بنویسم؟ آره میتونم. چرا؟ طبق اصل دمورگانی که داشتم این رابطه برقراره. از طرفی شما توی نمودار ون هم اگر این رو بررسی کنید به راحتی میبینید که این تساوی برقراره. خب حالا من این تساوی رو دارم، چه بگم n این رو به دست بیار، چه بگم n این رو به دست بیار. پس در نهایت من میتونم بگم که n آ پریم اشتراکش با ب پریم برابر میشه با n آ اجتماعش با بی در پریم. خب اینجا من از یه رابطه دیگه هم باید استفاده کنم. یه نکته است که یادآوریش میکنم این قسمت. اگر شما یک مجموعه داشته باشین مثل U که این مجموعه مرجع البته باشه، اینم مجموعه C شما باشه، س پریم شما میشه کدوم قسمت؟ میشه این قسمت س پریم شما. حالا من اگر بخوام n س پریم رو به دست بیارم، می‌نویسم چی؟ تعداد اعضای مجموعه مرجع U منهای تعداد اعضای مجموعه C یعنی n C. خب من از این رابطه هم میخوام استفاده کنم. الان اینجا من میخوام n آ اجتماعش با بی در پریم رو به دست بیارم. پس میام چیکار میکنم؟ مینویسم n u منهای طبق این فرمولی که اینجا داشتم. اینجا دیگه c شما آ اجتماعش با بیه، یعنی اینو میتونیم به جای c بنویسیم. منهای n آ اجتماعش با بی. خب این رابطه پس برقراره. n u رو که توی صورت سوال به من گفته 100 مساوی 100 منهای n آ اجتماعش با بی هم که توی قسمت الف حسابش کردم شد 80. پس جواب این قسمت از سوال من هم میشه 20. بریم سوال بعد رو با هم ببینیم. گفته که بین 10 و 250 سه واسطه هندسی درج کنید. اینجا من عدد 10 رو دارم، اینجا هم عدد 250. گفته 3 تا عدد بین این 2 تا عدد طوری قرار بدیم که این 5 تا عدد با همدیگه که اینجا قرار میگیرن تشکیل یک دنباله هندسی بدن. خب ببینید میدونیم که توی دنباله هندسی اگر جمله اول رو من با آصف نمایش بدم و قدر نسبت هم با آر نشون بدم، میدونم که توی دنباله هندسی قدر نسبت جمله به جمله در جملات ضرب میشه. یعنی جمله اول من که آصفره، جمله بعدی میشه آصف ضرب در آر یا آصف آر. جمله بعدی میشه چی؟ آصف آر به توان 2. جمله بعدی آصف آر به توان 3 و در نهایت جمله آخر آصف آر به توان 4. پس خیلی راحت من میتونم اینجا رو شروع دنباله در نظر بگیرم.
آخر. خب جمله اول رو خیلی راحت از اینجا میفهمم که آ0 من برابر با 10. از اینجا هم دارم جمله آخر یعنی آ0 آر به توان 4 مقدارش رو 250 در نظر میگیرم. خب از اینجا اگر من آ0 مساوی 10 رو جایگذاری کنم داخل این فرمول چی به دست میاد؟ به دست میاد 10 آر به توان 4 مساوی 250. خب طرفین رو بر 10 تقسیم میکنم، میشه آر به توان 4 مساوی 25. خب یه جذر میگیرم با مرتبه 4، میشه آر من به دست میاد مثبت و منفی رادیکال 5. خب حالا من یه بار آر رو در نظر میگیرم مثبت رادیکال 5. جملات من به چه شکلی نمایش داده میشن؟ خب جمله اول که بود 10، جمله دوم آ0 در آر یعنی 10 ضرب در مثبت رادیکال 5 میشه 10 رادیکال 5. جمله بعدی آر به توان 2 میرسه، میشه 10 ضرب در رادیکال 5 به توان 2 میشه 50. جمله بعدی 50 رادیکال 5 و در نهایت دوباره رادیکال 5 رو در این ضرب کنم میشه 250. حالا یه بار من آ0 رو میخوام آر رو منفی رادیکال 5 در نظر میگیرم چون دو تا مقدار براش به دست اومد دیگه. آر رو میگیرم منفی رادیکال 5. جملات دنباله من به چه شکلی میشه؟ جمله اول که بود همون 10، جمله بعدی چون منفی رادیکال 5 ضرب میشه پس میشه منفی 10 رادیکال 5. جمله بعدی آر دوباره به توان 2 میرسه، منفی رادیکال 5 به توان 2 برسه میشه 5 ضرب در 10 میشه 50. دوباره منفی رادیکال 5 رو من در این ضرب کنم میشه منفی 50 رادیکال 5 و در نهایت جمله آخر هم که همون 250. یعنی اگر آر رو من داشته باشم مثبت رادیکال 5 این دنباله به دست میاد و این سه تا جمله رو من دارم بین این دو تا عدد و اگر آر رو منفی رادیکال 5 در نظر بگیرم این دنباله به دست میاد و این سه تا عدد میشن جملات میانی بین 10 و 250. بریم سوال بعد رو با هم حل کنیم. خب سوال 4 گفته که درستی تساوی‌های زیر را ثابت کنیم. ببینید توی تساوی‌های مثلثاتی شما وقتی میخواین درستی رو نمایش بدین یا باید از یک سمت شروع کنید برسید به اون سمت یا از اون سمت شروع کنید برسید به این سمت. هیچ فرقی نمی‌کنه، هر جوری خودتون راحت ترین. حالا من اینجا میخوام از همین سمت اول شروع کنم برسم به سمت دوم. دقت کنید توی این عبارتی که اینجا دارم آیا من میتونم به جای کوتانژانت x که اینجا دارم بنویسم 1 به روی تانژانت x؟ آره میتونم بنویسم. چرا این کارم میکنم؟ چون اینجا توی قسمت دوم من تانژانت x دارم و باید اینو ظاهر کنم. خب حالا این عبارت رو نگاه کنید، 1 به اضافه تانژانت x توی مخرج هم 1 به اضافه به جای کوتانژانت x میام می‌نویسم 1 به روی تانژانت x. خب اینجا من میام یه مخرج مشترک تانژانت x میگیرم. یعنی چی کار میکنم؟ که این یه مخرج 1 میدم و صورت و مخرج رو در یک تانژانت x ضرب میکنم. میشه چی؟ میشه 1 ضرب در تانژانت x تانژانت x. اینجا هم یه به اضافه 1 دارم، صورت هم که هست 1 به اضافه تانژانت x. خب نگاه کنید به این من یه مخرج 1 میدم که بیام چیکار کنم؟ دور در دور نزدیک در نزدیک انجام بدم. خب ادامهش میشه چی؟ 1 به اضافه تانژانت x در تانژانت x میشه. به این صورت توی مخرج چی می‌نویسم؟ نزدیک در نزدیک 1 ضرب در تانژانت x به اضافه 1. خب اینجا صورت و مخرج رو نگاه کنید. 1 به اضافه تانژانت x اینجا دارم توی صورت، یه دونم تانژانت x به اضافه 1 توی مخرج دارم. اینا دوتا با هم دیگه ساده میشن. چی باقی میمونه؟ از صورت باقی میمونه تانژانت x، از مخرجم یه دونه 1 باقی میمونه که برابر میشه با تانژانت x که من اینجا توی طرف دوم تساوی داشتم. ببینید برای یه قسمت به هم من باز دوباره میام از همین سمت اول شروع میکنم، میخوام برسم به عبارت سمت دوم. یعنی من اینجا دارم کوسینوس آلفا تقسیم بر 1 به اضافه سینوس آلفا.
خب اینجا رو نگاه کنید، داخل صورت من یک منهای سینوس آلفا دارم و میخوام اینو ظاهر کنم. پس میام چیکار میکنم؟ میام صورت و مخرج این کسر رو در یک منهای سینوس آلفا ضرب میکنم. چرا این کارو میکنم؟ چون ببینید من میخوام اون سمت که یک منهای سینوس آلفا داره رو ایجاد کنم. شما برای اینکه بخواید اینجور مسائل درستیشون رو نمایش بدین، حتما باید یه نگاه به سمت دوم تساوی هم داشته باشین که بدونید میخواید چیکار کنید و چی رو ایجاد کنید با استفاده از عبارتی که توی سمت اول دارید. پس من اومدم یک منهای سینوس آلفا رو توی صورت و مخرج ضرب کردم. فقط یه نکته دیگه ای هست، این که نگاه کنید زمانی که سینوس آلفا شما برابر با 1 باشه، این تساوی برقرار نیست به ازای این مقدار. چرا؟ چون در اون صورت 1 منهای 1 میشه که میشه 0 صفرم، یعنی شما عملا اومدین این عبارتتون رو توی کسر 0 صفرم ضرب کردین که این امکان پذیر نیست. اما خب حالا ما این تساوی ها رو زمانی در نظر میگیریم که مشکل این نقاط رو نداشته باشیم. خب این ضربمون رو انجام بدیم. اینجا کوسینوس آلفا در یک منهای سینوس آلفا ضرب میشه. اینجا من چی دارم؟ 1 به اضافه سینوس آلفا در پرانتز یک منهای سینوس آلفا. خب این عبارت توی مخرج چیه؟ چه اتحادیه؟ اتحاد مزدوجه. برای اتحاد مزدوج ما داشتیم آی به اضافه بی در آی منهای بی برابر میشد با چی؟ مربع جمله اول یعنی آ به توان 2 منهای مربع جمله دوم یعنی بی به توان 2. خب این اتحاد مزدوجه. حالا اگرم اتحادی که توی ذهنتون نبود، خیلی راحت این یه عبارت دو جمله‌ایه، اینم یه دو جمله‌ایه. بیایم با حوصله اینها رو در همدیگه ضرب کنیم. حالا من میام از همون اتحاد مزدوج استفاده میکنم. از اتحادها که استفاده کنیم شما خیلی راحت‌تر میتونید به جواب مسئله و سریع‌تر میتونید به جواب برسید. خب توی صورت که داشتم همون کوسینوس آلفا در یک منهای سینوس آلفا، توی مخرج مربع جمله اول یعنی 1 به توان 2 منهای مربع جمله دوم یعنی سینوس آلفا به توان 2. خب سینوس آلفا به توان 2 من چجوری اومدم می نوشتم؟ سینوس به توان 2 آلفا یعنی کوسینوس آلفا در یک منهای سینوس آلفا، توی مخرج هم 1 به توان 2 میشه 1 منهای سینوس به توان 2 آلفا. میدونم اینو بلدین، بهتون بر نخوره، صرفا جهت یادآوری بهتون میگم. خب تا اینجا درست. یه عبارت ما داشتیم، یعنی بهتره بگم یک فرمول ما داشتیم، بهش میگیم فرمول طلایی مثلثاتی. خیلی پرکار برده. حالا من این قسمت براتون می‌نویسمش. میگفتش که سینوس به توان 2 آلفا به اضافه کوسینوس به توان 2 آلفا مساوی 1. از اینجا اگر من بخوام کوسینوس به توان 2 آلفا رو به دست بیارم میشه چی؟ کوسینوس به توان 2 آلفا مساوی سینوس 2 آلفا رو میبرم اونور، میشه 1 منهای سینوس 2 آلفا. اینجا رو دقت کنید، 1 منهای سینوس 2 آلفا اینجاست. پس به جای این من میتونم بنویسم کوسینوس 2 آلفا. خب حالا اینجا رو دقت کنید، ببینید داخل صورت من اینجا یک کوسینوس آلفا دارم، داخل مخرجم یک کوسینوس به توان 2 آلفا. این دوتا با هم دیگه راحت ساده میشن. از این میمونه 1، از این میمونه کوسینوس آلفا. خب این ساده شدهش رو بنویسیم. چی باقی میمونه؟ توی صورت میمونه 1 در 1 منهای سینوس آلفا، توی مخرجم میمونه کوسینوس آلفا که این هم ساده شدهش میشه 1 منهای سینوس آلفا در کوسینوس آلفا. عبارتی که سمت دوم تساوی ما داشتیم و اومدیم درستیش رو با استفاده از این نکات ثابت کردیم. خب دوستان ممنون که تا انتهای ویدیو همراه من بودین. من این قسمت رو همینجا به پایان میرسونم که خیلی طولانی نشه ویدیو، اما خب ادامه این سری از سوالات رو حتما توی قسمت‌های بعدی براتون آپلود میکنم. پس لطف کنید کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید که بتونید از قسمت‌های بعدی هم به راحتی استفاده کنید. امیدوارم که مطالب براتون آموزنده و مفید باشه. روزتون به خیر و شادی.